بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد امین رضوانفر هستم. PhD رشته فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. از دوره عمومی عمده کارهای تحقیقاتی من روی بحث ارتباط بین سمیت‌های ناشی از داروها و مواد شیمیایی مختلف و ارتباط اونها با بروز مشکلات مربوط به باروری در هر دو جنس نر و ماده بوده و در نهایت مکانیزم‌های سلولی و مولکولی که میتونه دخیل باشه در بروز این نارسایی‌های مربوط به باروری. در این کنگره یکی از مقالات من که جزو مقالات هایلی سایتد بوده در فیلد فارماکولوژی و توکسیکولوژی و اگر بخوام دقیق تر بگم خدمت شما در فیلد ریپروداکتیو اند دیولپمنتال توکسیکولوژی در ژورنال توکسیکولوژی اند اپلاید فارماکولوژی چاپ شده بود، جزء نشریات شماره 1 امریکا که توسط نشریه انتشاراتی الزویر چاپ میشه و به تناسب خب ایمپکت فاکتوری که داشت ژورنال و کاری که ما انجام داده بودیم و اثراتی که میتونست نتایج این کار در مباحث کلینیکال داشته باشه و با توجه به سایتیشن هایی که این مقاله داشت به عنوان پژوهش برتر انتخاب شد. کاری که ما داشتیم روی در حقیقت اختلالات مربوط به اسپرماتوژنز بود و در حقیقت کیس هایی که مشکلات باروری داشتن و اختلالات اسپرماتوژنز داشتن به خاطر اینکه تحت تاثیر داروهای شیمی درمانی قرار گرفته بودن. همونطور که در کنگره و در افتتاحیه کنگره اساتید بزرگوار فرمودند، بروز مشکلات مربوط به باروری در کیس هایی که تحت درمان با داروهای کیموتراپیوتیک و تحت داروهای شیمی درمانی در حقیقت قرار میگیرن یکی از مشکلات هستش و عوارض مربوط به باروری اینها، پتانسیل باروری اینها بنابراین میبایست به دقت مورد بررسی قرار بگیره و در نهایت به شکل خیلی کافی مدیریت بشه. کاری که ما کردیم در حقیقت از تز دوره عمومی من در حقیقت شروع شده بود این کار و اون هم بررسی تعدادی از پروتکتانت ها بوده روی اختلالات اسپرماتوژنز ناشی از کیموتراپی. تهیه شده در مرکز تحقیقات باروری و ناباروری IVFRC.com